وزیر کورهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده روز 4 آگوست در نشست خبریش در پاسخ به سؤال خبرنگاران که آیا مقامات حادثه لتوکوب وزیر تندرستی جمال الدین عبداللهزاده را تحقیق میکنند در این باره اظهار بیخبری کرد. وزیر تندرستی را لتوکوب کردند. من شخصا در این باره بار اول میشنوم. تا امروز یگان شکایت در این باره وارد نشده است. ما هم از اینترنت خواندیم ولی یگان گپ نیست، گفت گنرال رحیمزاده. مرکز مطبوعات وزارت تندرستی شام 3 آگوست با نشر 3 عکس در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که وزیر جمال الدین عبداللهزاده به کار برگشته است و روز سه‌شنبه حتی شخصا مراجعت یک قطار شهروندان کشور را که با مسائل گوناگون به وزارت تشریف آورده بودند شنیده وابسته به حل مسائل ایشان به مسئولین ساحه دستور و سفارش‌های مشخص داد. این نخستین عکس‌های جمال الدین عبداللهزاده در مسیر عام در پی خبر لتوکوبش از جانب خواهرزاده‌های پرزیدنت در تاریخ 20 ایول است. در عکس‌ها دیده می‌شود که وزیر در رویش نقاب داشته از کار افتادگان چند متر دور نشسته است. وزارت تندرستی هفته گذشته خبر لتوکوب شدن وزیر را رد کرده گفته بودند که عبداللهزاده برای مذاکره مسئله خریدن واکسن‌های روسی سپوتنیک به مسکو رفته است. اما یک منبع رادیوی آزادی در فرودگاه دوشنبه گفته است که وزیر تندرستی بار آخر توسط این فرودگاه ماه مای به ترکیه رفته بود و در این اواخر حداقل از طریق فرودگاه دوشنبه به یگان جا سفر نکرده است. اعضای حکومت در فرودگاه طبق قاعده از تالار مخصوص میگذرند و رواهای آنها به خارج در اینجا ثبت می شود. رادیوی آزادی اصرار می‌ورزد که جمال الدین عبداللهزاده رهبر بیمارستان حکومتی در شهرک طبی مدگردک خال محمد رحیمزاده و چند دکتر بیمارخانه حکومتی را پلکوونیک فخرالدین سفرزاده و برادرانش فرخ و زیادعلی لتوکوب کردند. در نتیجه جوق عبداللهزاده آسیب دیده رحیمزاده از سرش ضربه خورده است و طبیبان جراحات سبک برداشتند. به گفته منبع آزادی آنها وقتی لتوکوب شدند که یک طبیب از خارج دعوت شده شیوه طبابت قربانبی رحمان و خواهر خرده پرزیدنت امامعلی رحمان و مادر فخرالدین سفرزاده را نادرست نامیده است. رادیوی آزادی روز 4 آگوست خبر داد که بنا به اطلاع منبع‌هایش جمال الدین عبداللهزاده در خانه تحت طبابت قرار داشت. 2 نفر در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند که روزهای 28 و 29 ایول از وزیر در خانه او عیادت کردند. به گفته یکی از آنها وزیر در خانه‌اش طبابت می‌گرفت و نو گیپس را از منهج گرفته بودند. جمال الدین عبداللهزاده زاده نویه دنغره که 54 سال دارد ماه مای سال 2020 در پی انتقادهای تند از شیوه راهبران قبلی وزارت تندرستی با پاندمی وزیر تندرستی تعیین شد. عبداللهزاده را به آن ایبدار میکنند که از اول سال 2021 به تاجیکستان رسیدن موج نو کرونا ویروس را رد میکرد و این باعث ایجاد فارغبالی در بین مقامات و جامعه شده تاجیکستان را تابستان سال جاری بدون آمادگی کافی در روبروی موج عظیم و مرگاور پاندمی قرار داد.